بهترین انیمه های تاریخ از نظر سایت IMDb. بزن بریم رفقا. شماره 12 مانستر که واقعا یه شاکاره و یکی از بهترین ویلن‌های تاریخ هم داره و کلاً هم 74 قسمت. شماره 11 وان پانچ من که اگه دنبال یه انیمه هستی که فایت‌های خار و مادر داشته باشه و کمدی خفنی هم داشته باشه، این انیمه برای خودت ستون. شماره 10 ناروتو شیپودن که دیگه اصلا لازم به تعریف نیست. این انیمه یه شاکار، ویلناش هم یکی از یکی گنگتر. شماره 9 شتاینز گیت که اگه به انیمه‌ای که تم سفر در زمان دارن علاقه دارین، این انیمه دیگه شاکار فقط برای خودته. 24 قسمت هم از یه نسخه زیرو داره، اونم باید ببینید. شماره 8 دراگون بال زی که این داشه مخشب پدر دنیای شونن هستن و یه شاکار خالص. 291 قسمت هم از یه نسخه کلاسیک داره، اول اونو ببینید بعد بیاد سراغ زی. شماره 7 ویلن ساگا که واقعا از نظر خودم بهترین انیمه نسل جدید حاجی، که تا الان 2 فصل ازش اومده و برای فصل سوم هم تمدید شد. شماره 6 وان پیس که واقعا یه شاکار خالصه و از اون انیمه‌ای که قسمت به قسمت بهتر میشه و تا الان 1122 قسمت ازش اومده. شماره 5 دز نوت که واقعا نبرد بین الولات یکی از نمادین ترین نبردهای دنیای انیمه است حاجی و 37 قسمت. شماره 4 هانتر که یکی از بهترین انیمه‌های ماجراجویی که میتونید ببینید و تا الان 148 قسمت ازش اومده و هنوزم ادامه داره. شماره 3 بلیچ نسخه جنگ خونین 1000 ساله که تا الان 3 پارت انیمه شده و برای پارت 4 هم تمدید شده. شماره 2 فول متال نسخه برادرهودش که واقعا یکی از بهترین انیمه‌ای که میتونید ببینید و کلا هم 64 قسمت. و در نهایت شماره اول شاهکار اتک که واقعا شروع طوفانی داشت، ادامه پر از تعلیق و هیجان و یه پایان درخور و شایسته.